بچه‌ها فکر کنم بالاخره مردیم. آره درسته. آماده باشید، نکیر و منکر دارن میان امتحانمون کنن. من شنیدم نکیر و منکر دو فرشته مرد ترسناک با سبیل کلفت هستن. شنیدم اگه سوالا رو اشتباه جواب بدیم سیخ داغ میکنن. سلام، من نکیر هستم و این هم همکارم منکر هست. بچه‌ها اگه اینا زن باشن، حوریا مرد باشن چی؟ آیا برای سوالات آماده ای؟ رو گریه میکنی؟ اگه میدونستم اینا زنن بیشتر درس میخوندم. نمها ببخشید، بوی کافور که اذیتتون نمیکنه؟ احمق، ما مردیم، دست بردار. ببخشید دوستان، مثل اینکه اشتباهی شده. اون فرشته ها تو کشور شما ساپورت نمیشن. ما فرشته های ایرانیا هستیم. حالا ریلکس باش.